به نام خدا. عشق رو وارد کلام کنیم تا به هر آبری سلام کنیم و به هر چهره‌ای تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. هر کجا اهل مهر پیدا شد ما در اطرافش ازدحام کنیم. زندگی در سلام و پاسخ اوست، عمر را صرف این کلام کنیم. آبری شاید عاشقی باشد، پس به هر آبری سلام کنیم. خب دوستان، کسی تمایل داره در مورد عشق، در مورد داستان زندگی و همراهی در زندگی صحبت داشته باشه؟ بفرم. آسمان رقصید و بارانی شدیم، موج زد طوفان و دریایی شدیم. بغض چندین ساله ما باز شد، یا علی گفتیم و عشق باز. داستان زندگی ابتدا و انتهاش با عشقه و وقتی که با عشق همراه میشه قطعاً اون سختی ها همه تبدیل به آسونه میشه و یقینا زندگی رو به سراشیبی و کلی حال خوب. عشق اسطرلاب اسرار خداست. بله، وقتی که انسان عاشق میشه میتونه مسیر زندگی رو پیدا کنه. خب ما وقتی که وارد ارتباط بین نسلی میشیم، فکر کنید ما قراره بریم، من همیشه این مثال رو میزنم، ملاقات با ماهی. اگر ما بخوایم با ماهی ملاقات کنیم باید ماهی رو از تو آب بیاریم بیرون باهاش ملاقات کنیم، یا اسباب زندگی زیر آب رو یا ماندن زیر آب رو و اسباب غواصی رو فراهم کنیم و بریم زیر آب تا زندگی ماهی رو ببینیم و باهاش ملاقات کنیم. خب احتمالاً اگر ماهی رو بیاریم بیرون، احتمالاً که نه، حتما ماهی رو از تو آب بیاریم بیرون دیگه به حیاتش پایان دادیم. پس ما نمیتونیم نسل جدید رو یا افراد دیگر رو از توی اون قاب زندگی خودشون، از تو داستان زندگی خودشون بیرون بکشیم و مجبورشون کنیم که بیان توی زندگی ما و ما با اونا ملاقات کنیم. اگر قراره با هر نسلی، با هر گروهی، با هر سنی ارتباط بگیریم، بهتره که وسایلش رو، اسبابش رو، زیر ساخت اون ارتباط رو فراهم کنیم، داستانش رو بیاموزیم و بتونیم با اون افراد ارتباط بگیریم. بعد نیست الان یه یادی هم بکنیم از مرحوم بیژن سمندر و اون شعر معروفش که شیراز میگن نازه واسه آفتاب جنگش، قلبار گرن میزنه به هم تیرشه تنگش، بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعروی تر حافظ میریزه از سر چنگش. آفتاب جنگ آفتابی هست که وقتی که توی مخصوصا تو فصل سرما که حالا دیگه ما داریم وارد پاییز و زمستان میشیم، صبحها وقتی که تو اون آفتاب قرار بگیری، هر چند که اون روز سردی باشه اما آفتاب گرما بخشی است و دلچسبه که خب آفتاب شیراز هم همون آفتاب جنگه. تیرشه تنگو کسی هست که بدونی یعنی چی؟ عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم. در گویش شیرازی های اصیل در واقع به اون تیکه پارچه‌ای میگن که محکم گرش زدن و مصداق این هست که شخصی که میخواد حاجتی رو بگیره و اون خدا رو قسم میده و به قول خودمون چی عامیانش میگیم که دخیل میبنده. و اینکه در آخر میخوام بگم که شهر من شهر دل است، شهر من شهر تموم عاشقی ها، شهر قشنگ شیراز. درود بر بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای میرعظیمی عزیز و همینطور همراهی یکایی که شما مهمانان ارجمند و بزرگوار. الهی ادای شکر تو را حد هیچ زبان نیست و دریای فضل تو را هیچ کران نیست و سر حقیقت تو بر هیچ کس عیان نیست. هدایت کن ما را به راهی که بهتر از آن نیست. ممنون از همراهیتون، وقت خوش و خدا نگهدار.